یادتون باشه شما 12 سال اگه میرفتید کلاس گیتار بهترین گیتاریست دنیا میشدید. 12 سال اگه میرفتید اسبسواری بهترین اسبسوار دنیا میشدید. تاش نتیجه بود. 12 سال رفتی مدرسه، باید از توش نتیجه بگیری. نمیتونی که بگی درس به درد نمیخوره. خب بیخود کردی 12 سال درس بودی. 12 سال از 7 صبح رفتی تا 2 ظهر مدرسه. هر حرفه دیگر رو میرفتی بهترین بودی توش. تو باید از این 12 سالی که درس خوندی باید نتیجه بگیری. حالت دومی نداریم ما. به ذهنت عادت بده که حالت دومی ندارم. تشینه باید نتیجه بگیرم. وقتی تو حالت دومی تو ذهنت ایجاد کنی مسیر در روها پیش میاد، کمکاری ها پیش میاد. یه بار بیا به خودت قول بده اون قولی که میدی رو اجرایی کنی. چه موقع راحت میتونی اینو اجرایی کنی؟ موقعی که حالت دومی نباشه، فقط یک حالته. من باید ته این مسیر موفق بشم.